دنیای پرشکوه و جلال این مرد جوان، در دنیای پر امید و آرزوی این زن زیبا، همه چیز حاکی از آغاز یک سرور، یک شادمانی، یک زندگی مشترک و یک پیوند ابدی. آنچه بر فکر و خیال مرد می‌گذشت بر ضمیر زن نوشته بود و آنچه که به قلب و روح این زن جوان شادی و امید می‌بخشید زندگی در جوار این مرد بود. در چشم‌هایشان نور عشق و دلدادگی بود و قلب‌هایشان آرزومند وصال. با نوایی دلانگیز در یک زمان سرود عشق و امید سر دادند و قلب‌هایشان با یک تنین سرود زندگی من تویی سعید. این چه حرفی میزنی؟ من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. و در این طوفان خشم شاید قلب یکی از آنان میگفت اگر تو خشم گیری و دل از من برکنی، از من دوری جویی، نه خواهش میکنم، من بزاری اشک خواهم ریخت و در غم تنهایی خواهم گریست. پس کجا رفت؟ آخه چه رفت؟ میخوای گذشته منو به خاطرم بیاری؟ میخوای گریه کنم؟ باشد که زمانی به سویم بازگردی و در کنارت غمها را به فراموشی بسپارم و خوشبختی را بازیابم. حالا میتونم بگم من خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستم. ببرید. برای آنان عشق بالاتر از هر چیز بود. عشق شادانتر از شادی بود. عشق تسکین دهنده غمها و بالاتر از هر ثروت و مقامی بود. دستتو بکش بی تربیت. عشق روشنایی بخش زندگی. نه، همه جا تاریکه، تاریک. عشق تنها مایه امید. عشق سلطان زندگی و سلطان قلبها. آیا حاضرید شما را به عقد ازدواج سعید سعادت در بیاورم؟ بله، معطل نکن. بله. این چهره دوست داشتنی و ستاره درخشان و بیرقیب سینمای ایران در اوج شهرت و محبوبیت با شخصیتی جالبتر از همیشه و با آوایی گرمتر در فیلم سلطان قلبها با شما سخن خواهد گفت. سخن از عشقها و غمهای بی‌پایان. مادر، تا آخر عمر قلب منو شکستی، روح منو خسته کردی. حالا یک غمی تو این دلم لونه کرده که هیچ چیزی خرابش نمیکنه. که این عشق و هوس با اشاره دیگران آغاز شد، در پایان بر چهره یکایک آنان آثار ندامت و شرمساری و اندوه و تأسف به جای نهاد. سلطان قلبها سیری است در زندگی انسان‌هایی که رنج دیگران را رنج خود میپنداشتند و قلبشان از صفا و صمیمیت لبریز بود. و نیز سیری است در زندگی انسان‌هایی که خنده و شادی و کامیابیشان مستلزم رنج و غم و حتی نابودی انسان دیگر. فرستادمشون جایی که عرب نمیندازه. این مرد بلهوس. حالا هرچی ملک و دارایی داری دو دستی نیگرش دار، چون باید همشو با خودت به گور ببری. در این فیلم سخن از امیدها و آرزوهای طلایی است، ولی سرنوشت خلاف آرزوها و نقطه مقابل امیدها را پیش می آورد. چون نمیخوام صداتو بشنوم. سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی، به ایمان یاری به قلبم تو بستی، با من سلطان قلبها، فیلمی لطیف و نو از سینمای ایران با شرکت فردین، آذر شیوا، همایون، حبیب الله بلور، ویکتوریا، یاسمین، جمشید مهرداد، بهمن یار، کهنمویی و لیلا فروهر. سلطان قلبها. سلطان قلبها، یک شاهکار، یک فیلم خاطرانگیز و فراموش نشدنی، اثری که فردین هنرمند محبوب سینمای ما آن را به وجود آورد. سلطان قلبها. سلطان قلبها،
به کارگردانی فردی